به نام سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو در شرایط متفاوتی برای شما ضبط میکنم. متاسفانه مورد حمله ویروس جدیدی که ارگان‌های مختلفی از بدن رو درگیر میکنه قرار گرفتم و با صدایی که تازه از گرفتگی خارج شده و چشمانی که پر از عفونت و دید کمی داره این وایس رو برای شما ضبط میکنم. امیدوارم که اگر کم و کسری توی این وایس هست بر من ببخشید و وقتی کاری رو شروع میکنی باید ادامه دار و خوب بره جلو و من هم مجبورم به خاطر اینکه ویدئوی ضبط شده ای ندارم برای شما کتاب جدیدی رو معرفی کنم. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با هم ورق بزنیم. از غبار بپرس، نویسنده جان فانته، مترجم بابک تبرایی و نشر چشمه این کتاب رو چاپ کرده. این کتاب بسیار زیباست. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب رو ورق بزنیم و لذتش رو ببریم. یادداشت زیاد و طولانی از مترجم هستش که من فقط چند سطری رو برای شما میخونم و بعد یادداشتی از چارلز بوکوفسکی هستش که برای توصیف این کتاب نوشته شده. اون هم خیلی طولانیه ولی خیلی زیباست. از اون هم 2-3 خطی برای شما میخونم و سپس کتاب رو با هم ورق میزنیم. یادداشت مترجم: در تاریخ ادبیات کمتر نویسنده بزرگی را به بداقوالی جان فانته میتوان یافت. اگرچه او توانست با نگارش فیلمنامه‌هایی میانمایه برای هالیوود به فقر وحشتناکش پایان دهد، نه از گزند تبعیض‌های نژادی در امان ماند و نه داستان‌هایش آنچنان که باید قدر دید. بخت یار او نبود و آثار شگفت‌انگیزش تا همین اواخر هم مهجور مانده بود. شاید هم بخت یار ما بوده که هم عصر چاپ مجدد و ستایش جهانی آثار فانته بوده و امکان شناخت یکی از مرتفع‌ترین قله‌های ادبیات مدرن برایمان میسر شده است. کتابی را که پیش رو دارید با رمان‌های نویسندگان بزرگی چون کنوت تامسون، لویی فردیناند استلین و چارلز بوکوفسکی قیاس کردند. خود فانته از ستایشگران هامسون بود و عنوان این رمان را هم از سطری در یکی از رمان‌های او به نام پان که در 1894 چاپ شده وام گرفته است. جایی که سوتفانگلان قصه دختر توی برج را میگوید. آن یکی دختر را مثل برده، مثل جنون زده ها و مثل یک گدا دوست داشت. چرا؟ از غبار روی جاده بپرس و از برگ‌های فرو افتاده، از خدای اسرارآمیز زندگی بپرس. چرا که هیچ کس دلیل این چیزها را نمی‌داند. دختر به او هیچ چیز نداد. نه، هیچ به او نداد و با این حال او ممنونش بود. دختر گفت آرامش و غفلت را به من بده. و تنها تأسف مرد این بود که چرا دختر از او زندگیش را نخواسته. در آذر 1387 این کتاب ترجمه شده. اما مقدمه خیلی زیبایی هم از بوکوفسکی هستش. اونم چند خطی رو برای شما میخونم. جوان بودم، گشنه و لب به خمره و در تقلای نویسنده شدن. بیشتر مطالعاتم رو تو کتابخونه عمومی وسط لس آنجلس انجام میدادم. و هیچ کدوم از چیزهایی که میخوندم به من یا خیابونها و آدمهای دور و برم ربطی نداشت. یه جوری بود که انگار همه فقط با کلمات بازی میکردن و اونهایی که تقریباً هیچی برای گفتن نداشتن همونهایی بودن که نویسنده های درجه 1 به حساب می اومدن. نوشته هاشون ترکیبی بود از ظرافت و فرم و صناعت و همین ها بود که خونده میشد و تدریس میشد و هضم میشد و دفع میشد. حقه بی دردسری بود. یک فرهنگ جهانی خیلی خوش بر و رو و دقیق. برای پیدا کردن هر جور قمار و هر جور اشتیاقی باید برمیگشتی سر وقت نویسنده های قبل از انقلاب روسیه. استثناهایی هم بود ولی اونقدر کم بودن که خوندنشون سریع تموم میشد و بعد تو میموندی و نگاه خیرت به ردیف کتاب‌های
فوق ملال‌آور. وقتی به قرن‌های قبل و امتیازهاشون فکر می‌کردی، مدرن‌ها خیلی هم خوب به نظر نمی‌آمدن. خب چون این مقدمه خیلی طولانیه، همین چند خط کافیه و اینو آقای بوبوفسکی در 5/6/1979 به این کتاب افزودن. اما درباره نویسنده با جان فانته ملاقات کنید. جان فانته در 8 آوریل 1909 در ایالت کلرادو امریکا به دنیا آمد. پدرش نیکولا ایتالیایی و مادرش مری ایتالیایی امریکایی بودند و هر دو بعدها به شخصیت‌هایی تکرار شونده در آثار جان تبدیل شدند. فانته در بولدر به مدرسه محلی و در دنور به دبیرستان شبانه روزی یسوعیان رفت و مدت کوتاهی را هم در دانشگاه کلرادو و سیتی کالج لانگ بیچ سپری کرد. در 1929 فانته از کالج بیرون آمد و راهی جنوب کالیفرنیا شد تا خود را وقف نوشتن کند. پس از چند تلاش ناموفق برای فروش داستانهایش به مجلات ادبی، سرانجام در 1932 نشریه امریکن مرکوری به سردبیری H.L. منکن داستانی از او چاپ کرد. منکن در نامه‌ای خطاب به فانته نوشت: آقای فانته عزیز، شما چه مشکلی با ماشین تحریر دارید؟ اگر این دست‌نویس را تایپ کنید خوشحال می‌شوم آن را بخرم. ارادتمند شما، H.L. منکن. پس از آن بود که فانته موقعیت خود را به عنوان یک داستان کوتاه‌نویس تثبیت کرد و کارهایش در مجلات آتلانتیک مانثلی، امریکن مرکوری، ساتردی ایونینگ پست و کولیرز اسکوایر و هارپرز بازار منتشر شد. فانته را یکی از نخستین نویسندگانی می‌دانند که شرایط دشوار نویسندگان ساکن لس آنجلس را ترسیم کرده است. آثار او بر نویسندگان مشابهی چون چارلز بوکوفسکی و جک کروواک تاثیرگذار بود. اما تازه سالها پس از مرگش منتقدان این نابغه قرن 20 را کشف کردند. فانته هم رمان نویس بود و هم فیلمنامه نویس. خب چون این معرفی طولانی هستش از آقای جان فانته، از این هم فاکتور میگیریم و تا همینجا کافیه و داستان رو با هم شروع میکنیم. از غبار بپرس. فصل 1. یه شب توی اتاق هتلم تو بانکلر هیل صاف وسط لس آنجلس رو تخت نشسته بودم. شب مهمی توی زندگیم بود چون باید درباره هتل تصمیم میگرفتم. باز یا پول میدادم یا میزدم بیرون. تو یادداشت این رو نوشته بود، یادداشتی که خانم صاحب خونه گذاشته بود زیر در. مشکل بزرگی بود و محتاج توجه دقیق. راه حل هم این بود که چراغ‌ها رو خاموش کنم و بگیرم بخوابم. صبح که پا شدم به این نتیجه رسیدم که باید بیشتر نرمش کنم و فوری هم شروع کردم. چند تا حرکت نرمشی کردم. بعد دندونهام رو شستم. طعم خون چشیدم. دیدم مسواکم صورتی شده. یاد آگهی‌های تبلیغاتی افتادم و تصمیم گرفتم برم بیرون و قهوه بخورم. رفتم رستورانی که هر وقت می‌خواستم برم رستوران می‌رفتم اونجا و نشستم روی چهارپایه جلوی پیشخوان دراز و قهوه سفارش دادم. مزه‌اش خیلی شبیه قهوه بود ولی به 5 سنتش نمی‌ارزید. نشستم اونجا و 2 تا سیگار دود کردم. گزارش بازی‌های لیگ امریکا رو خوندم. کلی وسواس به خرج دادم که گزارش بازی‌های لیگ ملی رو نخونم. و در کمال خوشبختی دیدم جو دی ماجیو هنوز مایه افتخار ایتالیایی هاست، چون آقا نفر اول توپزن‌های لیگه. چه توپزنیه این دیماجیو؟ از رستوران اومدم بیرون. جلوی یه توپانداز خیالی وایستادم و چنان ضربه‌ای به توپ زدم که از زمین بازی هم رفت بیرون. بعد خیابون رو گرفتم، رفتم پایین. طرف آنجلز فلایت و فکری بودم اون روز رو چی کار کنم. ولی کاری نکردم که بکنم. کاری نبود که بکنم و واسه همین تصمیم گرفتم تو شهر قدم بزنم. رفتم خیابان آلو و از جلوی یه ساختمون زرد کثیف رد شدم که هنوز مثل
کاغذ جوهر خوشکن از مه دیشب مرطوب بود و یاد رفقام اتی و کار افتادم که اهل دیترویت بودن و تو اون ساختمون هم زندگی کرده بودن و یاد شبی افتادم که کار اتی رو کتک زد چون اتی حامله شده بود و کار هم بچه نمیخواست. اما بچه رو نگه داشتن و همه چی به خیر و خوشی ختم شد. یاد داخل آپارتمانشون هم افتادم که بوی موش و غبار میداد و یاد پیرزن‌هایی که بعد از ظهرهای داغ توی لابی می نشستن و یاد اون پیرزنه که پاهای خوشگلی داشت. بعد یاد آسانسورچی افتادم. یه بابای داغونی اهل میلواکی که هر بار طبقت رو بهش میگفتی به نظر میرسید پوزخند میزنه. انگار بخواد بگه چه احمقی هستی که اون طبقه رو انتخاب کردی. همون آسانسورچی که همیشه یه سینی ساندویچ و یه مجله در پیت تو آسانسور داشت. بعد افتادم تو سرازیری خیابان آلف. از خونه‌چی‌های ترسناکی که بوی داستان‌های جنایی میدن رد شدم و ته آلف رسیدم به تالار فیلارمونیک و یاد اون باری افتادم که با هلن رفته بودیم اونجا تا کار گروه همسرایی قزاق‌های رود دون رو بشنویم. و چطور من حوصله‌ام سر رفت و به خاطر همین با هم دعوامون شد و یادم اومد هلن اون روز چی پوشیده بود. یه لباس سفید و چطور وقتی بهش دست زدم تنم از خوشی تیر کشید. وای که هلن، ولی نه، اینجا جاش نیست. اینجوری شده که رسیدم به تقاطع خیابون پنجم و آلف که توش ترامواهای گنده با سر و صداشون گوش رو می جویدن و بوی بنزین باعث می شد منظره درخت‌های نخل غمگین به نظر بیاد و پیاده‌رو سیاهش هم هنوز از مه دیشب مرطوب بود. دم هتل بالتیمور بودم و کنار صف تاکسی‌های زرد راه می رفتم که همه راننده هاشون خواب بودن جز راننده تاکسی نزدیک در اصلی و رفتم تو فکر این یاروها و منبع اطلاعاتشون و یاد اون دفعه افتادم که راست و من از یکیشون آدرسی گرفتیم و طرف موزی و وقیح براندازمون کرد و بعد میون اون همه جا بردمون خیابان تمپل که توش هیچکی رو ندیدیم غیر 2 تا از اون خیلی بد ترکیب‌هاش و راست تا ته خط رفت. ولی من تو سالن نشستم و گرامافون رو روشن کردم و تنها و ترسیده بودم. از کنار دربون بالتیمور که رد می شدم همون آن از یارو با اون قیتون‌های زرد و قد بالای 1.80 و افاده‌های طبق طبقش بیزار شدم و بعد یه ماشین سیاه کنار جدول وایستاد و یه مردی ازش اومد بیرون که قیافش مایه‌دار بود و بعد یه زنی اومد بیرون که خوشگل بود. کت پوست سیلور فاکس پوشیده بود و مثل یه نوت موسیقی بود که از پیاده رو میرفت تو درهای باد بزنی هتل و من رفتم تو فکر که چی میشد یکم از اون فقط یه روز و یه شب از اون به من میرسید. و همینطور که راه میرفتم و عطر اون هنوز تو هوای مرطوب صبح بود زنه واسم شد رویا. بعد که جلوی پیپ فروشی وایستادم به نگاه کردن زمان زیادی گذشت و کل دنیا محو شد جز اون ویترین و من اونجا وایستادم و همشون رو دود کردم و خودم رو دیدم با اون پیپ ایتالیایی چوب خلنگی و خلنگی شیک و یک عصا. نویسنده بزرگی بودم که داشتم از یه ماشین سیاه گنده می اومدم بیرون و اون زنه هم بود. مثل چی به خودش میبالید که با منه. همون خانم سیلور فاکس پوش. رفتیم توی هتل و بعد پذیرش کوکتل خوردیم و یکم هم رقصیدیم و بعد یک کوکتل دیگه خوردیم و من چند جمله سانسکریت از بر خوندم و دنیا چه فوق‌العاده بود. چون هر دو دقیقه یه خوشگلی به من نویسنده بزرگ چشم می‌دوخت و من هم کاری نمی‌کردم غیر امضا کردن صورت قضا براش. و دختر سیلور فاکسی هم کلی حسودیش میشد. لس آنجلس یکم از خودت رو به من بده. لس آنجلس به من بیا همونطور که من به تو اومدم و پا گذاشتم تو خیابون‌هات. ای شهر قشنگی که من این همه دوستت داشتم. ای گل غمگین در ماسه‌زار. ای شهر قشنگ. اون روز
و اون یکی روز قبلترش تو کتابخونه‌ای که تو قفسه هاش کله گنده ها نشستن، درایزر گنده، منکن گنده، همه کله گنده ها اونجان و من که میرفتم دیدنشون، درود درایزر، درود منکن، درود درود، یه جا هم واسه من هست. با حرف ب شروع میشه. تو قفسه ب. آرتور باندینی. راه رو باز کنین. برای آرتور باندینی. یه جای خوب برای کتابش وا کنین و نشستم پشت میز و به جایی نگاه کردم که کتاب من باید می بود. درست اونجا کنار آرنولد بنت. خیلی مالی نیست این آرنولد بنت، ولی من میرم اونجا تا وضع بها رو بهتر کنم. آرتور باندینی گنده، یکی از کله گنده ها، تا اینکه یه دختری از راه میرسه و بوی عطر میپیچه توی اتاق داستانها و تلق و طلوق یه جفت پاشنه بلند تکنوازی شهرت من رو میشکنه. اما خانم صاحبخونه، اون خانم موسفید صاحبخونه، از اون یادداشت ها مینویسه. اهل بریجپورته. شوهرش که میمیره تو دنیا تک و تنها میشه و به هیچکی اعتماد نمیکنه، چون خودش بهم گفت که تحمل عواقبش رو نداره و در ضمن بهم گفت که باید پولش رو بدم. داشت مثل بدهی دولت بالا میرفت. یا باید هتل رو ترک میکردم یا تا آخرین سنتش رو میدادم. 5 هفته عقب افتاده که میشد $20 و اگه نمیدادم اون چمدون هام رو بر می داشت. ولی موضوع این بود که من چمدون نداشتم. فقط یه جامدون مقوایی داشتم که حتی بند هم نداشت، چون بندش دوره شکمم بود و شلوارم رو بالا نگه می داشت. که البته این هم همچین ضرورتی نداشت، چون خیلی چیزی از شلوارم باقی نمونده بود. بهش گفتم تازگی‌ها یه نامه از کارگزارم گرفتم. کارگزارم تو نیویورک. میگه یکی دیگه هم فروختم. نمیگه کجا، ولی میگه یکی رو فروخته. پس نگران نباشید خانم هارگریوز. دلتون شور نزنه. 1-2 روز دیگه دستم میرسه. ولی اون نمیتونست حرفهای دروغگویی مثل من رو باور کنه. حرفم واقعا دروغ نبود. آرزو بود. دروغ نبود و شاید حتی آرزو هم نبود. شاید واقعیت بود و تنها راه اطمینان ازش این بود که پستچی رو بپام. دقیق بپامش. نامه‌هایی که میذاش روی میز توی لابی رو زیر و رو کنم و روکوراز ازش بپرسم چیزی واسه باندینی داره یا نه. اما بعد 6 ماه تو اون هتل نیازی به پرسیدن نبود. من رو که میدید دارم میام، همیشه قبل این که بپرسم سرش رو به علامت آره یا نه تکون میداد. نه. 3 میلیون دفعه. آره 1 دفعه. یه روز نامه زیبایی اومد. اوه، من نامه‌های زیادی داشتم، ولی این یکی تنها نامه زیبا بود. یه روز صبح اومد و طرف توش نوشته بود درباره یه سگ کوچولو خندید گفته بود. سگ کوچولو خندید رو خونده و خوشش اومده. گفته بود آقای باندینی، اگر تا به حال نابغه‌ای دیده باشم اون شمایی. اسمش لئوناردو بود. یه منتقد بزرگ ایتالیایی. فقط اینکه به اسم منتقد نمیشناختمش. یه آدم معمولی بود. اهل وست ویرجینیا. اما بزرگ بود و منتقد هم بود و فوت کرد. وقتی پست هوایی من به وست ویرجینیا رسید اون مرده بود و خواهرش نامم رو پس فرستاد و یه نامه زیبا برام نوشت. اون هم منتقد خیلی خوبی بود. بهم گفت لئوناردو از سر ریوی مرده، ولی تا لحظه آخر خوشحال بود و یکی از آخرین کارهاش این بود که رو تختش نشسته و راجع به سگ کوچولو خندید واسه من نوشته بود. رویایی از دل زندگی، اما با اهمیت بسیار. لئوناردو مرحوم قدیسی در بهشت، همتراز هر کدوم از اون 12 حواری. همه آدم‌های توی هتل سگ کوچولو خندید رو خونده بودن. همشون. داستانی که موقع خوندنش جون میدادیم که تازه درباره هیچ سگی هم نبود. داستانی زیرکانه، شعری به فریاد و ویراستار بزرگش کسی نبود جز سی حکمت که اسمش رو مثل چینی‌ها امضا می‌کرد و توی نامه گفته بود داستانی فوق‌العاده که افتخار می‌کنم چاپش کنم.
خانم هارگریوز این رو خوند و از اون به بعد به چشمش آدم دیگه ای اومدم. به خاطر سگ کوچولو خندید هم که شده باید تو اون هتل میموندم، نه اینکه پرتم کنن توی سرمایه بیرون، که البته بیشتر اوقات گرمای بیرون بود. خانم گرنگر از اتاق 345 یه عالم مسیحی با کفلهای محشر ولی یه جورایی پیر، اهل بتلکریک میشیگان که توی لابی منتظر مرگ میشینه. با خوندن سگ کوچولو خندید، به دنیا برگشت و نگاه توی چشماش بهم فهمون که کارم درست بوده و خودم هم درست بودم، ولی امید داشتم ازم درباره دخل و خرجم بپرسه و اینکه چطوری دارم سر میکنم. و بعدش فکر کردم چرا ازش نخوام یه اسکناس 5 تایی بهم قرض بده، ولی این کارو نکردم و از کنارش رد شدم و با نفرت بشکن زدم. اسم هتل بود آلتا لوما. سر و ته روی دامن یه تپه ساخته بودنش، یعنی از رونو که بانکر هیل به طرف سراشیب تپه، اینجوری که هم کفش با خیابون توی سد بود، ولی طبقه دهم 10 طبقه پایین تر بود. اگر شماره اتاق 862 بود باید سوار آسانسور می شدی و 8 طبقه می رفتی پایین و اگه می خواستی بری سالن خواب به جای پایین باز می رفتی بالا به اتاق زیر شیربونی که به طبقه بالای همکف. می میرم واسه یه دختر مکزیکی. تمام مدت بهش فکر می کردم. دختر که مکزیکی. دوست دختر مکزیکی نداشتم، ولی خیابونها پر بود از اونها. پلازا و محله چینی ها با حضورشون شعله ور بود و به سبک خودم اونها مال من بودن. این یکی و اون یکی و روزی که یک چک دیگه می رسید این هم می شد واقعیت. ولی فعلا روزگار بیپولی بود و دختر کارگرهای بازار بزرگ مرکزی و اونهایی که توی کلیسای بانوی ما بودن و من حتی به خاطرشون به آیین عشای ربانی رفتم. واسم شازده خانوم‌های آزتک و مایا بودن. کارم بی احترامی بود، ولی باز هم بهتر از این بود که اصلا به عشای ربانی نرم. واسه همین وقتی به مادرم تو کلرادو نامه نوشتم میتونستم حقیقت رو بگم. مادر عزیز، یک شنبه قبل به مراسم عشای ربانی رفتم. پایین بازار بزرگ مرکزی. تصادفی خوردم به شازده خانوم‌ها. این تصادف عمدی شانس این رو بهم داد که باهاشون حرف بزنم. من هم لبخند زدم و گفتم ببخشید. اون دخترهای خوشگل وقتی مثل جنتلمن‌ها باهاشون رفتار می‌کردی خیلی خوشحال می‌شدن. فقط لمسشون کردم و خاطرش رو با خودم برگردوندم توی اتاقم. با ماشین تحریری غبار گرفته و پدرو موشه که توی سوراخش نشسته بود و با چشم‌های سیاهش من رو نگاه می‌کرد که رفته بودم توی عالم خیال و رویا. پدرو موشه موجود نازنین نیست که هرگز اهلی نمیشه و اجازه تربیت و خونگی شدنش رو نمیده. اولی باری که پا گذاشتم توی این اتاق دیدمش و تازه این مال دوران کیاویان بود که سگ کوچولو خندید. تو شماره اوت چاپ شده. 5 ماه پیش بود. روزی که با $150 توی جیبم و نقشه های گنده‌ای توی کلم با اتوبوس از کلرادو اومدم شهر. اون روزها یه فلسفه‌ای واسه خودم داشتم. آدم و حیوان رو به یه اندازه دوست داشتم و پدرو هم از این قضیه مستثنا نبود. ولی پنیر گرون شد و پدرو هم که همه دوستهاش رو صدا می‌کرد و با هم توی اتاق وول می‌زدن، این شد که مجبور شدم ول کنم و بهشون فقط نون بدم. از نون خوششون نمی‌اومد. دوستشون کرده بودم و این شد که رفتن یه جای دیگه، همه به جز پدرو. پدرو مرتاض که به خوردن صفحه‌های انجیل گیدئون قدیمی هم قانع بود. اون روز اول خانم هارگریوز در اتاقم رو باز کرد و چشمم افتاد به فرش قرمز روی زمین و عکس‌های روستاهای انگلیس روی دیوارها و دوش اون کنار. اتاق پایین توی طبقه 6 بود. اتاق 678 نزدیک‌های بالای تپه، طوری که پنجرم با دانه سبز تپه هم سطح بود و احتیاجی به کلید نبود، چون پنجره همیشه باز بود. از اون پنجره بود که اولین درخت نخلم رو دیدم که کمتر از 2 متریم وایستاده بود و قاعدتاً یاد یک شنبه نخل افتادم
و مصر و کلئوپاترا، ولی نخله شاخه‌هاش به سیاهی میزد و مونوکسید کربنی که از تونل خیابان سوم بیرون میومد لکلکیش کرده بود و تنه کثیفی داشت زیر غبار و ماسه‌ای که باد از صحراهای موهاوی و سانتا آنا می آورد خفه می شد. مادر عزیز، برای خونمون توی کلرادو می نوشتم. مادر عزیز، اوضاع دارد به وضوح بهتر می شود. ویراستار بزرگی به شهر آمده بود و من با اون نهار خوردم و قراردادی برای چند داستان کوتاه امضا کردم. ولی نمیخواهم سرت را با جزئیات درد بیاورم مادر عزیز، چون میدانم علاقه‌ای به نویسندگی نداری و میدانم که بابا هم علاقه‌ای ندارد. ولی قراردادش معرکه است. تنها این که تا 1-2 ماهی شروع نمی شود. پس $10 برایم بفرست مادر. $5 بفرست مادر عزیز، چون جناب ویراستار اگر میدانستم به این جور چیزها علاقه داری اسمش را میگفتم. آماده است تا من را وارد بزرگترین پروژه‌ای کند که تا به حال داشته است. مادر عزیز و حکمس عزیز، همان ویراستار بزرگ، گیرنده بیشترین نامه‌هام بودند، یا عملاً همه نامه‌هام. حکمس گنده با اون اخم‌ها و موهای فرق وسط. حکمس کبیر با قلمی مثل شمشیر که عکسش روی دیوارمه، با امضاش که مثل خط چینی میمونه. میگفتمش درود حکمس، ای خدا تو چطوری اینجوری مینویسی؟ بعد روزهای بیباری رسید و حکمس نامه‌های گنده‌ای از من گرفت. خدای من آقای حکمس، برایم اتفاقی افتاده. شور و حالم رفته و دیگر نمیتوانم بنویسم. به نظر شما آقای حکمس به آب و هوای اینجا ربط دارد؟ لطفاً راهنمایی بکنید. به نظر شما آقای حکمس من به خوبی ویلیام فاکنر مینویسم؟ لطفاً راهنمایی بکنید. به نظر شما آقای حکمس سکس ربطی به این قضیه ندارد؟ چون آقای حکمس چون و همه چی رو به حکمس گفتم. براش از دختر بلندی گفتم که تو پارک دیده بودم. بهش گفتم چطور مخش رو زدم، چطور دختر بلنده واداد. کل داستان رو واسش گفتم. فقط اینکه حقیقت نداشت و دروغ احمقانه بود. ولی باز خود این هم یه چیزی. نوشتم بود و باعث می شد با آدم بزرگه در تماس باشم که همیشه هم جواب می داد. وای پسر، اون معرکه بود. تندی جواب داد. یه مرد بزرگ به مشکل‌های یه مرد با استعداد پاسخ می‌داد. هیچکی این همه نامه از حکمس نگرفته بود. هیچکی غیر من و من هم با خودم می‌بردم و هی می‌خوندم و می‌بوسیدمشون. جلوی عکس حکمس وایسادم و گوله گوله از جفت چشام اشک می‌ریختم و بهش می‌گفتم این دفعه یه حسابیش رو انتخاب کرده، به یه بزرگش رو، یه باندینی، آرتور باندینی، من. روزهای بیباری اراده. کلمه‌اش همین بود. اراده. آرتور باندینی 2 روز پشت سر هم میشینه جلوی ماشین تحریرش با این اراده که موفق بشه. ولی فایده نداد. طولانی ترین محاصره اراده راسخ و سریع توی زندگیش رو تجربه میکنه. ولی یه جمله رو هم به ته نمیرسونه و فقط از بالا تا پایین صفحه هی 2 کلمه رو مینویسه. فقط همین 2 کلمه رو. درخت نخل، درخت نخل، درخت نخل. نبردی تا پای جون بین درخت نخل و من که تهش درخت نخل برنده شد. نگاهش میکردم که توی آسمون آبی تکون میخوره که نرم و روون توی آسمون آبی قش و قش میکنه. درخت نخل بعد 2 روز مبارزه برنده شد و من از پنجره خزیدم بیرون و پای درخت نشستم. زمان 1-2 لحظه گذشت و من خوابم برد و مورچه های کوچیک قهوه‌ای توی موی پاهام میگساری راه انداختم. و فصل 1 تمام شد و تا ابتدای فصل 2 برای شما خوندم. امیدوارم که حتما این کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید. این کتاب بسیار زیباست و ارزش خواندن رو داره. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا ویس بعدی، خدا نگهدارتون. قدر سلامتیتون رو بدونید.